وقتتون بخیر. پیرامون داستان و سناریوی قتل رومینا اشرفی که امروز توانسته است تبدیل شود به یک خبر داغ روزانه در فضاهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، میتواند دستاویزی باشد برای ما تا بدانیم در دام کدام معضل بزرگ افتاده ایم و دست و پا میزنیم. هر کدام از این اتفاقات که در جوامع مختلف روی میده میتونن دستاویز تأخیرات عظیم و بنیادی باشند. ما ظاهراً مردمانی هستیم که دارای حافظه تاریخی نیستیم و آنچه را که تحت نام تاریخ به خورد ماها داده‌اند با نیات مشخص و مشتی مهملات بی پایه و اساسی که با واقعیت و حقیقت این سرزمین هیچ ارتباطی ندارد. اما ما ناگهان با یک ساختارهای روبرو شدیم. یک سری نهادهای جدید اروپا یافته در این سرزمین ما قد علم کردند، آن هم به زور چکمه و سرنیزه صاحبان کورپوریشنی. یک سری مؤسسات به قول خودشان زیربنا برای تشکیل یک حکومت مدرن آوردند. اما ما نه تعریف درستی از حکومت داشتیم، نه تعریف درستی از مدرنیته داشتیم، نه تعریف درستی از ابزارهاش داشتیم، زیرساختاش داشتیم، کارکردهاش داشتیم. ما پدیده دولت رو آنچنان که اروپایی ها برای ما آورده بودند به عنوان یک پدیده مثبتی که میتواند سعادت انسانها رو در بر بگیرد قبول کردیم و پیرامونش آموزش داده شده ایم. بماند ما اصولاً طبق تعریف واقعی روشنفکر در این سرزمین کسی به اسم روشنفکر نداریم. ما عده‌ای سله بگیر درگاه دیوانی و حاکمیت داریم. حقوق بگیران، سله بگیرانی که با مجیزگویی و با مدحگویی حاکمیت میتوانند به حیات خودشان ادامه بدهند. صادق زیبا کلام یکی از اون چهره‌های سله بگیر روشنفکری است. ما وقتی صادق زیبا کلام رو به عنوان نمونه انتخاب میکنیم، شاید در مقابل خوشخط و خال ترین، خزنده ترین فرد مدعی روشنفکری جامعه کورپوریشنی ایرانی روبرو میشیم. ببینید، عده‌ای در این سرزمین ما بر کرسی‌هایی تکیه داده اند و فکر میکنن حاکمان این سرزمین و این مردمان هستند و به نام این مردمان و برای این مردمان سخن سرایی میکنند. اینها چون فکر میکنند مجاری مشروعیت دهی از آن خودشان است و این سرزمین ملک تلق پدری اونهاست و ما بقیه غریبه هستند و از آنها نیست و این آن روایتی است که اونها میگن، هر طور که دلشون میخواد اظهار نظر میکنن. چون تا حالا با مردمی که از خاکستر نابودی خود برخاسته باشد، با ققنوسی که دوباره احیا شده باشد روبرو نشدند. کسانی که تا دیروز نقش ارباب و مبصر و حاکمان و صاحبان سرزمین کردوار را بازی می‌کردند. صادق زیبا کلام پست اینستاگرامی در مورد ماجرای رومینا از خودشون بر جای گذاشتن و مضمونش رو من میخونم. اما قبلتر ببینید، در این پستی که صادق زیبا کلام
به بهانه و دستاویز مرگ رومینه اشرفی پست کرده داستانی نهفته است. نه فقط آقای صادق زیبا کلام، تمام آنهایی که در این سرزمین ما تحت نام کورپوریشن ایرانی به نام حزب اپوزیسیون، فعال سیاسی و به عنوان نخبه و اکادمیسین، به عنوان متخصص در امورات مختلف، در رسانه‌های مختلف مورد بازپرسی قرار می‌گیرند. اینها همگی همکاران یک جریان هستند، یک داستان رو تعقیب می‌کنند که ماها به عنوان مردم از نیت اصلی اینها با خبر نیستیم که نیت اینها چیست و چه می‌خواهد بکند. ببینید، من در همین پستی که در پیج شخصی خودم از آقای زیبا کلام یک پست اینستاگرامیش رو منتشر کردم و یک خبر از دیدار نیوز به تاریخ 4 مرداد 97، کد خبر 5677، پیرامون مصاحبه‌ای که صادق زیبا کلام با تلویزیون من و تو داشتن. چرا این مهمه؟ خواندن این داستان مهمه قبل از این که من این پست ایشون رو در مورد ماجرای رومینا بخونم. صادق زیبا کلام میگه چیزی که برای من اهمیت دارد در شرایط فعلی نوع نظام حاکم بر ایران نیست. تا حالا نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باقی بماند، سلطنت شود، لایک شود، اینها در این مرحله خیلی برای من اهمیتی ندارند. چیزی که برای من مهم است ایران است. خود یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران است. بالاخره باید ایرانی باشد که در آن ولایت فقیه تأسیس کنید، جمهوری تأسیس کنید، سلطنت تأسیس کنید. الان همه حرف من با آقای گلریز و اعتمادی و سایر عزیزان این است که ما بایستی در جهت آن چیزی که حفظ یک پارچگی ایران است حرکت کنیم. ببینید، دغدغه اصلی آقای صادق زیبا کلام ایران است. این تا کجا برد داشت؟ تا زمانی که اینها به این سرزمین کوچک شده ما میگند ایران. برای این ایرانی بودن هم 2 روایت تعریف کردن. هر 2 روایت هم جعلیات یهود ساخته و نظام سلطه و کورپوریشنی جهانی جودو کریستیانیتیه. روایت اول، روایت ایران باستانی با پشتوانه دین هندی اوستا سانسکریتی زرتشتی و امپراتوریت یهود ساخته هخامنشی که قالب منجی دین یهود را به این امپراتوری میدن. در کنار این روایت دوم، آنچه که اینا بهش میگن ایران، روایت شیعه اثناعشری صفوی است که سرریز میشود به دامان شیعه ولایت فقیه. از منظر صادق زیبا کلام و سلطنت طلب ها و روشن فکرین یدیش نبود این 2 روایت، یعنی از بین رفتن این سرزمین، یعنی اگر ما هخامنشی بازی نکنیم، فارسی بازی و پهلوی بازی و یهود بازی نکنیم، اگر ما شیعه بازی نکنیم، آنگاه این سرزمین از بین میره. چون ایران یعنی 2 روایت. آقای زیبا کلام، شما با تمام قدرتتان
با تمام رسانه هاتان، با تمام نهادهای اکادمیتان سعی داشتید بگید روایت دیگری وجود ندارد. دو روایت: هخامنشی یهودی بازی، آریا بازی، شیعه بازی یهودی بازی، این دوتا. اما روایت سوم وجود دارد، روایتی که نه این سرزمینی که تو امروز تحت نام کورپوریشن ایرانی بهش میگی ایران، روایتی که روایت واقعی است، روایتی که از بین رفته، روایتی که شما سعی در نابودیش داری، اونم روایت کردیته و این سرزمین اسمش کردواره و ما زبانی به نام کردی نداریم. ما یک زبان داشتیم در حوزه حیات این مردم، بهش میگفتن چی؟ بهش میگفتن زبان گورانی، زبان ادبیات بوده، زبان دنیای انتزاع و تفکر بوده، همان زبانی که شماها اربابانتون دستکاریش کردن، متونش رو دزدیدن و گفتن این اسمش فارسیه که شد سرآغاز هویت شما. ببینید آقای زیبا کلام، برنامه پرگار در مورد زبان فارسی حدود 2 سال پیش یه برنامه داشت. آقای صدر اشرافی و محمد امینی رو برای اون برنامه خواسته بودن. آنچه که اونها با این تاریخ‌های یهود نوشته و افاضات خودشان، یکی ترک و دیگری فارس، صحبت می‌کردن، اصولاً حضور مردمانی به نام فارس غائب بود در سلطه این زبان فارسی، موجود نبود. یک دربار سامانیان، یک دیوان سالاری، زبانی که هیچ کسی باش زندگی نکرده، مردمی بهش تعلق نداشته. شما اینا رو آوردی میگی اینا روایت، اینا از بین بره، این سرزمین از بین میره، اصفهان از بین میره، کرمان از بین میره. نما یک وجب، یک سنتیمتر از این خاک رو هیچ به هیچ کس نمیدیم. ما بقیه سرزمین کردوار را که تا کناره های مدیترانه است به حوزه قدرتی کردوار باز خواهیم گرداند. اما حالا من گزارش میدم از انسان کردی با اون انسان ایرانی که تو میخوای بسازی. خب آقای صادق زیبا کلام، اینی که تو در مورد رومینا نوشتی در راستای همون ایرانیه. ایرانی کدامه؟ از منظر تو سیستمه. این سیستم چیه؟ این سیستم آن چیزی که تو بهش میگی ایران و تو میخوای این رو حفظ بکنی، یک مطلق زیبایی که گویا این توهم رو به این مردم میده که اگر این نباشه این مردم نابود شدن، از بین میرن. ببین آقای صادق زیبا کلام، نبودن کورپوریشن ایرانی حال مردم از این بدتر بود. دختران سرزمین ما دارن تن فروشی میکنن در مالزی، در کشورهای عربی، در ترکیه، در اروپا. پسران ما دارن بزهکار میشن، قاچاق مواد مخدر میکنن، دزدی میکنن، انسانهای سطحی، بیکار. در تمام کشورهای جهان ما زندانیان، دراگ دیلرهای ایرانی داریم. در سرزمین طبق گزارشات خودتان 38 میلیون حاشیه نشین داریم، مردمان فقیر گرسنه، جامعه از هم پاشیده. این ثمره سیستم ایرانیت توه بر این سرزمین، بر سرزمین ما. آنچه که تو فکر میکنی ملک تلق باباته و تو اونجا نشستی مال توه و تو میخوای حفظش بکنی، ولی ما میخوایم نابودش کنیم. نه، ما میخوایم وقتی از چنگال تو به درش آوردیم، اون وقت این سرزمین از آن مالکان اصلی خودشه، از آن مردمان این سرزمینه. وقت اینجا جایی میشه که آدماش توش میتونن زندگی کنن و تو دیگه نمیشی ملا بنویس و سله بگیر دربار. حالا از خودت افاضات روشن فکرانه در کردی. ببین شماها با یک چیز در افتادید، بهش میگید مرد سالاری. میدانید آنچه که شما بهش میگید مرد سالاری چیه؟ آنچه که شما اینجا در داستان رومی نگفتی. ببینید شما آنچه را که بهش میگن پیوندهای اجتماعی،
بهش میگن قدرت انسانهای جامعه‌ای که میتوانند مقاومت بکنند رو بررسی کردید. از سنن، از ساختارهای اجتماعی، از زیست بوم، یعنی آنچه که مردمش میگفتن موتن، یعنی آنچه در روستاها و ییلاقها و قشلاقهای خودشان بودن و شماها تحت نام ساختن کورپوریشن و شهرسازی اونها رو طی مراحلی کوچ دادید به زندگی اردوگاهی حاشیه نشینی در تراکم‌های جمعیتی و سرزمین پدریشان را ضبط کردید تحت نام مراتع ملی و به جنگلبانی و سپاه پاسداران عودتشون دادید. میراث سرزمینی مردمی رو از مردمی قاپیدید. آیه صادق زیبا کلام. حالا تو میخوای چی رو از بین ببری؟ ببین، شما سرزمین رو از مردم گرفتید، مردم رو از زمینشان و از قدرتشان گرفتید، مردم رو آواره حواشی شهرهای اردوگاهی کردید. به جای قوانین طبیعی حاکم بر اجتماعات خودشان، قوانین حکومتی آوردید با مؤسسات حکومتی. در امور تولیدیشان دخالت کردید. بازار رو از دستشون در آوردید و در انحصار خودتون گرفتید. چیزی به نام پول چاپ کردید و ثروت مردم رو تاراج کردید. حالا یک سری مقاومت ها مونده بود در این جامعه. فاز دوم کورپوریشن ایرانی، فاز شیعه ولایت فقیهی بود که ایالات متحده آمریکا خمینی رو ساپورت کرد که این انقلاب کارتونی رو داشته باشه. حالا تو میدونی کجاها رو هدف قرار دادی آقای صادق زیبا کلام؟ آقای صادق زیبا کلام، تو حمله میکنی به دولت روحانی، به این حالت میگی من لیبرالم، اصلاح طلبم، قواره دولت و اندازه دولت رو از اقتصاد بایستی کوچک بکنیم. شما معتقد به اقتصاد بازاری، اما اون آدم گردن کلفتی که تو بهش تأثیر میکنی در اقتصاد، آقای هایک، معتقده که شما نمیتونی قوانین طبیعی جامعه رو دستکاری بکنی. تو نمیتونی یک ارگانیسم رو دستکاری بکنی، یک سری مصنوعات و بخشنامه بیاری و تحت نام این بخوای جامعه شکل بدی، چون این دوچار نقصان میشه، هارمونیشو از دست میده که از دست داده با این کارهایی که شما کردید. حالا من برمیگردم، شما هم میخواید چی رو از بین ببرید؟ ببینید، یکی از اون کانونهایی که در جامعه ما میتوانست ایجاد مقاومت بکنه تا در مقابل کورپوریشن شما بیستن، خانواده بود. خانواده‌ای که میتوانست جمعیتی چشمگیر داشته باشه، برادرها و خواهرهایی، پدر و مادری که اینها دارای پیوندهای اجتماعی با هم دیگر بودن، با اقوام و خویشان و برادران و هم طایفه‌ای‌ها و هم عشیرتی ها، و اینها یه قدرت بزرگ می شدن. از این خانواده 2 نفر میتونست بر علیه این حاکمیت بیسته، زندان میشد، بقیه خانواده از زنش، از بچهش، از دخترش مراقبت میکردن. یه خانواده 7 نفری توان این رو داشت 2 نفر رو در راه نابودی ظلم از دست بده. اما شما آمدی نهاد خانواده را از کار انداختی. تحت نام چه؟ تحت نام سعادت و خوشبختی، فرزند کمتر، زندگی بهتر، تحت نام بهروزی، آموزش بیشتر به فرزندان دادن، تحت نام سخت کردن معیشت زندگی انسان ها، تحت نام از بین بردن ازدواج، تحت نام بی پرنسیبی در روابط جنسی و سکسی. شما میدونی این کارا رو برای چی کردید؟ تحت نام حقوق کودک و فمینیسم و اینهایی که شما آمدید طرح کردید، آمدید قدرت رو از مردم بگیرید، قدرت رو از مردها بگیرید و مردها رو تبدیل بکنید به اختگان جامعه و قدرت اصلی را بسپارید به حاکمیت جمهوری اسلامی، به دولت ایرانی، به سیستم. برای تو فرقی نمیکنه، برای منم فرقی نمیکنه، برای من شاه، شیخ، سلطنت، جمهوری، هیچ کدوم فرق نمیکنه. کورپوریشنن همه. درد این مردم کورپوریشنه. درد این مردم نه دموکراسی، نه لایک بودن، نه خامنه‌ایه. درد این مردم سیستم دولتی شماست، سیستم کنترل و انضباط شماست. حالا من شما رو مواجه میکنم با یک سری پرسش که شما به عنوان یک شخص اکادمیست، به عنوان یک متفکر بایستی این پرسش ها رو پاسخ بدی. شما ها در یک جایی در مقابل قیود، انقیاد، در مقابل اتوریته نیستید. در یک جاهای اتوریته رو
خیر مطلق تعریف میکنید. توجه میفرمایید. کارهایی که شما دارید میکنید میخواد همش از کانال اتوریته بره. مثلا شما میخواهید تمام مردهای جامعه رو از نقش پدر بودن و اتوریته‌ای که در تربیت فرزندش میتونه داشته باشه رو به بهانه مرگ رومینا بگیرید. تمام این اتوریته رو سرریز بکنید تو جیب دولت. اما یک قلم کشتار تابستان 67 بیش از 20,000 نفر از فرزندان این سرزمین، یک قلم سرکوب‌های مستدام ادامه داره. زمان حکومت پهلوی تا به امروز اعدام‌ها، سرکوب‌ها، شکنجه‌ها، ترک بلادها، ترک سرزمین کردنها، تبعیدها، ضبط مال، ضبط هویت، تمام اینها خسارت‌هایی بود که به جان میلیون‌ها مردم این جامعه افتاد. ثمره حضور دولت شما این وضعی است که شما امروز میبینید. مردمانی ورشکسته، مردمانی مریض، مردمانی جامعه‌ای از هم پاشیده، جامعه‌ای فاسد. شما تمام اینها را ازش میگذری به عنوان خیر مطلق دولت و سرریز میکنی در جیب دولت. شما یک قلم کشتار تابستان 67 براتون کافیه؟ نه، آبان ماه 1500 نفر به اعتراف خودشون کف خیابان‌ها کشته شدند. باز شما حضور دولت رو ضروری میدانی. شما نمیگی دولت میتواند کشتار بکند، مردم را به نابودی بکشد، ثروت مردم را تاراج بکند، همه را به استثمار بگیرد و دولت چیز بدیه. اینو نمیگی. اما تو همین دستاویز کردی، حالا حمله میکنی به چیز تخیلی به نام مردسالاری. مردسالاری چیست؟ مردسالاری روحیه مسئولیت پذیری مردان یک جامعه در مقابل داشته هاشونه. زندگیشون، حیاتشون، عزیزانشون، فرزندانشون، همسرشون، مایملکشون. شما میخواید اینا رو خلعیت بکنید و همه اینها رو در دستان دولت تحت نام قانون قرار بدید. این یعنی چه؟ یعنی سرزمین های ما، این کردیت رو شما هنوز دارید باش می جنگید. آنچه که شما دارید بهش میزنید در ارکان مختلفاش برخورد میکنید تحت نام مرد سالاری. ما مرد سالاری هیچ جای دنیا نداشتیم. شما خوب مقوله قدرت فوکو رو میشناسید. ما قدرت مطلق از آن هیچ کسی نداشتیم و تمامی انسان ها در حوزه نفوذی خودشان به اندازه خودشان بر روی دیگری اعمال نفوذ میکنند و اعمال قدرت میکنند. اینو شما بهتر از من میدونید. اما شما با چی در افتادی؟ شما با کردیت در افتادی. شما 100 ساله دارید کردیت رو میزنید، از بینش میبرید. شما توطئه کردید، این رو اتنیک قومی کنید. یه عده‌ام پذیرفتن، دوست داشتن، بیخبر بودن، ناآگاه بودند. آمدید گفتید دو روایت هست: باستان بازی، آریا بازی، کوروش بازی، یهودی بازی، شیعه بازی، یهودی بازی، مسیح بازی، امام مهدی بازی، مسیح بازی، منجی بازی. این دو روایت بهش میگن ایران. ما یک روایت سوم داریم به اسم کردوار و کردیت. بهش هم از کنارهای عمان تا دریای مدیترانه میگن کلان کردوار. اوکی؟ پس اینجا نه تجزیه میشه، نه تمامیت تجزیه از بین میره، نه اصفهانو میدزده کسی میبره جای دیگه، نه کرمان خورده میشه، نه کسی به اصفهانیه میگه که اصفهانی صحبت نکن، نه کسی هم بهش میگه تنوری و شاطری و بابا کرم نرقص، نه کسی هم بهش میگه که گز تو مال تو نیست. نه، کسی این چیزا رو بهش نمیگه. اما تو چرا بر این توهم می افزایی؟ حالا عزیزی با کلام برداشتن در باره رومینا خانم این رو نوشتن. شما فکر می‌کنید آدم احمقه به عنوان روشن فکر درون حکومتی که فکر میکنه که بایستی ایران رو حفظ کرد. میفرمایند همه تصور میکنیم رومینا یک پدر داشت که او را باداس به قتل میرساند. اون آقا اصلا کلن این زبان یدیش فارسی رو هم نمیتونه کتابت بکنه، ایراد داره. اما عمیق‌تر که نگاه کنیم، رومینا پدران بسیار دیگری هم دارد که فقط دستشان نیست. یکی از آنها خانواده مرحومه دکتر فاطمه زیبا کلام، استاد علوم تربیتی دانشگاه تهران، خواهر خودشو میگه. به هنگام مراسم وی بود. همسرش هم استاد دانشگاه پلی‌تکنیک، دو برادرش هم اساتید علوم سیاسی که خودش بشه و فلسفه دانشگاه تهران.
خواهرشان دبیر، برادر کوچکشان مهندسی هواپیما. 3 تن از فرزندان آن مرحوم دارای دکترا و 4می لیسانس بودند. مع ذالک در آگاهی فوت وی تصویرش را قرار ندادند. پدر دیگر رومینا نامش دکتر حسن روحانی است. با آنکه نیمی از 24 میلیون رأی وی بانوان بودند، اما به لحاظ ملاحظه پدران دیگر رومینا حتی یک زن را هم حاضر نشد وارد کابینش کنند. یعنی احمدی نژاد بابای رومینا نیست. میگم آقای زیبا کلام، شماهایی که برای جمهوری اسلامی همچین خوشرقصیایی میکنین، چرا زنان نباید رهبر باشن؟ چرا باید تو کابینه باشن؟ تو که پیشنهاد میدی بالاتر برو. چرا علی خامنه‌ای را خل نکنیم یه زن بذاریم اونجا؟ میتونی از حرفا بزنی؟ حالا این چی رو میخواد تعقیب کنه؟ ببینید، این از خانواده خودش شروع کرد، به حسن روحانی رسید. حالا جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه به واسطه مسائل ناموسی، نام پدر دیگر رومین است. تبعیض مدیریت جنسی باور نکردنی، یک زن در برابر 17 مرد پدر دیگر رومین است. درست است که در این موارد داسی در دست قاتلی نیست و قتل ناموسی اتفاق نیفتاده است، اما آیا جامعه مرد سالار بستری مناسب برای قتل‌های ناموسی به وجود نمی آورد؟ جامعه مرد سالار چه شکلیه آقای صادق زیبا کلام؟ شما تو سر این مرد بزنید، خفش بکنید، همه را اخته بکنید، مشکلات جامعه ایرانتان حل میشه. آقای صادق زیبا کلام، چه شکلیه جامعه مرد سالار؟ چون نمی توضیح بدید جامعه مرد سالار چه شکلیه؟ ببین آقای صادق زیبا کلام، در سناریو خانم رومینا 13 ساله دچار بلوغ جنسی زودرس شدن و از 10-11 سالگی 9 سالگی شروع کردن به ارتباط جنسی گرفتن با مردی 24 ساله، 22 ساله، 23 ساله، 2 برابر سن خودشو. خب یه سوال بزرگ اینجا مطرح میشه. دختر خودت آیه زیبا کلام 9 سالش باشه بیاد بگه بابا من سکس میخوام، تو چی کار میکنی؟ اجازه بهش میدی سکس بکنه؟ میذاری بره به حقوق انسانیش برسه سکس بکنه؟ نیازش رو مشروع میدانی؟ یا تو فکر میکنی اینجا چرا هیچ کسی سراغ رومینا نمیره؟ کی مسئول رومیناست که نیاز جنسی احساس میکنه؟ مشکل روانی داره این خانومی که به بلوغ جنسی رسیده، تو بمبارانش میکنی با نظام کورپوریشنی جهانیت، سلبریتی براش درست میکنی، از لذایز جنسی براش میگی. دنیا جهان بخت و دختران اینستاگرامی و دافهای تنفروش و هموسکشوال های 50 بار امکان سکس داشتن در شبانه روز رو براشون تبلیغ میکنی و این در دستش موبایل هست و سمارت فون هست و اینها رو میبینه و سریال های جم تیوی شما و سریال های ترکی و عشق اسلامی شیعی یهودی شما و روابط مختلفی که طی این سالیان شما تبلیغ کردی و باعث این شدی که دختری 10 ساله وسوسه ارتباط جنسی، طعم سکس و آلت تناسلی رو داشته باشه. کی مقصره؟ تو، همپالگی های تو، نظام کورپوریشنی تو، سیستم سرمایه‌داری تو. کی مقصره؟ کمونیستی های رفیقت، کمونیسم کارگری، خانم های فمینیست، طرفداران انقلاب جنسی. دختران 11 ساله شما نیاز جنسی دارن، چگونه پاسخ میدهید؟ دیلدو براشون میخرید، فیلم آموزشی براشون میذارید. شما هایی که داد میزنید باید آموزش جنسی داد. خب بدید آموزش جنسی بدید. از چه سن و سالی بچه های شما میتونند از قدرت جنسی خودشان استفاده بکنند؟ یکی 9 سالگی احساس میکنه میتونه اینترکورس داشته باشه.
تو چی کار میکنی صادق زیبا کلام؟ ببینید تو نمیتونی بگی که من بچه رو مسئول نمیدانم، چون تو بچه رو مسئول میدانی، چون تو در جامعه‌ای که توش داری اسم قانون و سیستم میاری، با اتوریته با مردم برخورد میکنی، بچه ها رو با اتوریته سر کلاس درس میبری، بچه‌ای که ساعت 7 در مدرسه حضور پیدا نکنه براش غیبت میزنی، 3 بار تکرار کنه ولیشو صدا میکنی، بار 4 بچه رو اخراج میکنی از مدرسه، بچه رو سر کلاس درس تمدیح میکنی، بایستی سکوت بکنه تا معلم درس بده، سیاست های انضباطی، کنترل و قیود بر او میگذاری، به این بهانه که این فرد بایستی آموزش و پرورش ببینه که در آینده بتواند این جامعه را اداره بکند. پس تو از اتوریته استفاده میکنی. خب اگر اینجا اتوریته جواب میده، یک پدر، یک مادر چقدر میتواند از اتوریته برای تربیت فرزندش استفاده بکنه؟ پدری در جواب دختر 11 ساله‌ای که نیاز جنسی داره چه کار باید بکنه؟ پیش روانشناس ببرتش؟ بردی پیش روانشناس که تبدیل نمیشه به یک سکس داغ گرم یا هوس یک سکس داغ گرم. میشه تو با روانشناس میتونی هوس سکسی رو از سر خودت بندازی آقای صادق زیبا کلام؟ یک بچه‌ای که کنجکاوه میخواد این هوس رو تجربه بکنه. چرا شما سراغ رومینا نمیرید اما سراغ تمام کانونهای مقاومتی میرید؟ من چطور در جامعه‌ای که تو برش حاکم هستی، تو به عنوان روشنفکرش داری زندگی میکنی، بچه دار بشم؟ تو امیر تتلو داری، دنیا جهان بخت داری، تو سلیبریتی های مکش مرگ مای داف پلنگ ترانسجندر گی باز سکس کنه داخل اینستاگرامت داره بیداد میکنه. مگه من میتونم بچه‌مو تربیت کنم؟ بچه از آن من نیست. تو بچه رو میبری مهد کودک، میبری مدرسه، خودت از اتوریته استفاده میکنی. بزرگم که شد تمام قوانین حکومتی بر او حاکم است، از قانون تخطی بکنه مجرم شناخته میشه و تاوانش رو بایستی بده و شما نمیگی جایز الخطاست، اشتباه کرده، حقوق انسانیش از بین رفته، وای جنایت بود. تو هیچ وقت نگفتی تابستانش از صاف، وای جنایت بود، دولت ایرانی را نابود بکنیم. چون جنایت کرد، چون مردم رو نابود کرد. نه نمیگی. با این افاظاتی که شما فرمودید، با این سهلنگ، نه ببینید این سیستماتیکه، اینی که تو BBC تمام اونایی که به نام نخبه دارن صحبت میکنن یک داستان رو به نام قتل ناموسی چسبیدن، یک مسئله رو تحت نام مرد سالاری چسبیدن. تو چطور روشن فکری هستی زوایای مختلف این رو بررسی نمی کنی؟ زمینه های اجتماعیش، نقش فقر فرهنگی، نقش حکومت، اتوریته، سرکوب، نقش اقتصاد، نقش خودت، نقش رسانه های جمعی. تو چطور اینا رو بررسی نمی کنی تا برسی به نقش یک پسر 23-4 ساله‌ای که با دختر 9 ساله 8 ساله ارتباط جنسی برقرار میکنه، تا برسی به پدرش. شما میگی باباش، مثلا شما یاد گرفتید مصاحبه میذارید میگید باباش دختره رو محدود میکرد. من اینا رو شنیدم، مصاحبه مختلفش رو دارم میبینم، کامنت های شما، برخورد های شما، استاتوس هاتون رو میبینم. باباش محدودش میکرد، یعنی هر کسی باباش محدودش بکنه حق داره هر کاری بکنه، نه؟ ای صادق زیبا کلام، شماها تحت نام روشنفکرین فارس میخواید خدا رو رجم کنید چون قوم لوط را برانداخت. این چه خداییه؟ عصبانی میشه. شما میخواید خدای
اسلام رو رجم کنید که میگه تبت یدا ابی لهب و تب. تو چرا هیچ وقت حکومت دولت ایرانی رو رجم نمی کنی بابت این همه کثافتی که به سر مردم آورده؟ همین حالا عذاب قوم لوط بر سر این مردم نازل شده توسط دولت ایرانی. 100 سال. آیه صادق زیبا کلام، چرا پاسخ نمیدین شما؟ حالا میدونید شما دنبال چی هستید؟ شما دنبال این هستید با یک مشت خانم کارمند دولت که بیایید حوزه قدرت و نفوذ دولت را بیشتر عمیق بکنید در جامعه. تحت نام کیسر رامینا شما قوانین‌های حمایتی بگذارید پدر و مادر هیچ نقشی در تربیت فرزند نداشته باشه. شما تمام این قدرت ها رو یک جا در دست دولت قرار میدید، در دست حکومت قرار میدید. پس شما آمدی نه مردم رو سعادتمند بکنی، تو آمدی ارکان یک سیستم را بیشتر، عمیق‌تر در یک جامعه پیریزی بکنی و بیشتر این خنجر رو در بدن این جامعه فرو بکنی. شما ها نه انسانید، نه به دنبال انسانیت هستید، نه حقوقی را جستجو می کنید. شما مشتی کارمندهای بیشرفه، دروغگوی، بی کرامت حاکمیت هستید که چشمانتان را بر روی جنایت‌های آشکار نظام کورپوریشنی تحت نام میهندوستی، سرزمین پرستی میبندید. سرزمین از آن ماست صادق زیبا کلام، آن فضا از آن ماست، مال تو به تنهایی نیست، مال روایت جودو کریستیانیتی شیعه تو نیست، مال روایت کورپوریشنی تو نیست. اون سرزمین از آن ماست. ببینید آیه صادق زیبا کلام، نواکوف رمانی داره به اسم لولیتا. رمان لولیتا داستان مردیه، همبر. آیا همبر تو دهه 50 زندگیشه، یه بچه باز پدوفیله، خودش میگه من آدم مریضیم، خودش میگه، به خاطر اینکه تو قضاوت نکنی و داستان رو تعقیب بکنی. یکی از اروتیک ترین، زیباترین، ادبی ترین رمان هایی است که به زبان انگلیسی نوشته شده. ماجرای عشق یک مرد حدوداً 50 ساله و یک دختر 12 ساله به اسم لولیتا. شما وقتی این رمان رو میخونی، داستانی و روندی رو تعقیب میکنی که این آقای به اصطلاح بچه باز همبر وقت مسائل رو مطرح میکنه، سوای این که سعی میکنه که تو رو درگیر بکنه و تعقیب بکنی و حالت بد نشه از این معاشقه‌ای که میخواد بکنه، تو رو متوجه مسائلی میکنه. مثلا تو رو متوجه میکنه که باتریس معشوقه دانته 9 سالش بود، تو رو متوجه معشوقه های دیگری میکنه که 10 ساله 12 ساله بودن در همین تاریخ اروپا. بعد تو رو متوجه یک سری از جاهایی در ایالات متحده آمریکا میکنه که سن ازدواج 12 ساله و میگه که پدر و مادر یک کودک 12 ساله میتوانند بعد از این که کسب رضایتشان شد از طرف یک مرد 50 ساله در کمال رغبت در کلیسا به عقد این در بیاد و شبم با مستی هر جوری که دلش میخواد با این دختر سکس بکنه و کسی بهش نمیگه مریض. اما آیا همبر وقتی لولیتا رو به مدرسه میفرسته و سعی میکنه که جلو ارتباط لولیتا رو با پسران 13 14 ساله 15 ساله بگیره، مدیران مدرسه اون رو مورد بازخواست قرار میدن، چون فکر میکنن همبر پدر لولیتاست و به اون میخوان متوجه بکنن که
دختر اونها نیاز جنسی داره و بایستی یاد بگیره که با پسر ارتباط برقرار بکنه و بایستی یاد بگیره که چطوری رابطه جنسی درست بکنه و بسازه. چطوری بایستی در کلاس های سکسی حضور پیدا بکنه. همبر آقای صادق زیبا کلام که در نقش یک بچه باز داره صحبت میکنه، تو رو داره متوجه یک چیزی میکنه. این همبر نیست که اینترکورس رو اصرار میکنه با لولیتا. این لولیتاست که اینترکورس رو انجام میده به همبر فقط یک دیزایر داره، یک تمنا داره. دوست داره حتی مثلا سعی کنه این دختره رو خوابش کنه که یک دستی بهش بماله، دست اروتیک. اما نمیخواد باشه اینترکورس کنه، نمیخواد این دختره بداند که این پیرمرد میخواد این کار رو بکنه. اما دختره اینو میخواد. بعد در مورد لولیتا وقتی صحبت میکنه، لولیتا پیغمبرانی به نام سلبریتی دارد. لولیتا اگر یه سلبریتی بهش بگه فلان کرم رو بزن 20 سال جوان میشی، فلان کرم رو میزنه و میخواد 20 سال جوان بشه. مثلا عاشق هنرپیشه های سینما است، عاشقه میکنه باش. این جهانی که تو ساختی آقای صادق زیبا کلام، همون چیزی که همبر میخواد تو رو و جامعه غرب رو متوجه بکنم. من دارم میبینم یک مشت انسانهای سطحی، همونایی که باعث شدن جامعه بشری این شکلی باشه امروز، که از روانشناسی و روانکاو میزنن. شما لولیتای نواکاف رو بخون، وقت فکر میکنی جامعه، حکومت، حاکمیت، تو، نخبه، روشنفکر، پدر، مادر، دوست، همشهری، چقدر ما در جامعه خودمان نقش ایفا میکنیم و چقدر اعمال ما در جامعه باعث نابودی جامعه ما شده است. اصلا همبر و لولیتا به جایی میرسه که لولیتا طبق تحریک های معلم هنرشان در مدرسه فرار میکنه و همبر رو تنها میذاره. این قسمتی که تو بایستی براش کف بزنی. اما همین معلم مدرسه دختر 12 ساله رو وارد صنعت پورنوگرافی میکنه. دختره از این صنعت فرار میکنه. اول دفعه تحت نام مدلینگ بهش میگه تو زیبا هستی و بعد وارد پورنش میکنه و بعد دختره از اینم فرار میکنه و میره با یک پسر مکانیک ازدواج میکنه. بعد که دختره حامله میشه میاد سراغ همبر و میخواد از همبر پول بگیره برای زندگیش. همبر این پول رو بهش میده ولی ازش میخواد داستان رو. بهش میگه برگرد، که بر نمیگرده. دختر ازدواج کرد و داستان چرا رفتی؟ داستان معلمه رو براش تعریف کنه. همبر میره و معلمه رو میکشه. همون بچه باز. اون دختره نه خودش سراغ پلیس میره، نه خودش متجاوز اینو به خودش رو میکشه. اما همون بچه باز سراغ همون معلمی که این دختره رو به پورنوگرافی میکشه میره و همون رو میکشه و بابت همین دستگیر میشه. نواکوف میخواد توی انسان غربی رو با خودت روبرو کنه. از زبان یک بچه باز، یک پدوفیل که تو بهش میگی پدوفیل. آنچه که شما تحت نام کمونیسم و فعال حقوق بشر و طرفداران انقلاب جنسی و ایندیویدوالیسم و لیبرالیسم داری تبلیغ میکنی تحت لوای دولت ایرانی، ثمرش این ویرانی و نابودی و فقر و فحشا و آسیب‌های اجتماعی است. ثمرش مردمان مریضه. اما تو انگار چکتم نمیگه، برات مهم نیست. آرقای روشن فکری میزنی اما ما هیچ عمقی از شما ندیدیم. این مرد سالاریه. چطوری باید با این دولت سالاری مخروبه رو شد؟ دولت سالاری چه شکلیه؟ خوبه؟ قانون سالاری چی خوبه؟ چی سالاری خوبه؟
چطور یک پدر صلاحیت نداره بچه خودش رو تربیت بکنه، اما تو مردی که تحت نام یک سیستم میتوانی و صلاحیت داری که تربیتش بکنی؟ چطور؟ چطور در جامعه ما هیچ دیبیتی در مورد این مسئله نمیشه؟ هیچ پابلیک فلسفی نیست و شما اسب مراد را تازانده اید، مشتی مردم سطحی بدون تفکر بدثبات ساختید. چرا کسی سراغ رومینا نمیره؟ رومینا قربانی کیه؟ شماها در جان رومینا هوس جنسی افکندید، آتش سکس افروختید وقتی که زمانش نبود، وقتی که براش آماده نبود، وقتی که توانش رو نداشت. کی مقصره؟ چرا جامعه شما حاضر نیست مسئولیت بر عهده بگیره؟ شما مسئولیت کشتار 67 رو بر عهده نگرفتی، ترکمن صحرا رو بر عهده نگرفتی، حمله به کردستان رو بر عهده نگرفتی، مسئولیت شیمیایی حلبجه و سرپل ذهاب و سردشت رو بر عهده نگرفتی، مسئولیت از هم پاشیدگی جوامع رو از هم نگرفتی، مسئولیت تاراج این سرزمین رو بر عهده نگرفتی، تحت نام توهم کوروش و تمامیت ارضی این سرزمین رو تاراج کردید، نابود کردید، انسانهاش رو از بین بردید. چرا مسئولیت به عهده نمیگیرید شما؟ چه کار دیگری بایستی بکنید تا مشخص بشه نظم کورپوریشنی ایرانی یهودی شما نابودگر بشریت و آزادی است؟ چه کار دیگر باید بکنید؟ چی مونده که بکنید؟ مشتی یاوه‌گوی احمق که در مقابل هیچ جریان انقلابی درست حسابی نایستادن، مشتی سلبگیر حکومتی، مشتی عناصر نظام سلطه جودو کریستیانیتی. تو میخوای پدیده رومینا رو بررسی کنی؟ بررسی کن از زوایای مختلف، بررسی کن نقش خود دولتت، حاکمیتت، ایرانت، نظم حکومتی، روشن فکران دانشگاه رو بررسی کن تحت نام آزادی های فردی، انقلاب جنسی، اندیویدوالیسم، دستاوردهای بشر غربی. بیا بررسی کن. چرا بررسی نمی کنید؟ لولیتا، چراغ زندگی من، برانگیزاننده میل جنسی من، گناه من، روح من، لولیتا. نوک زبان در سفری سگامی از کام دهن به سمت پایین می آید و در گام سومش با پشت دندان ضربه می زند. لولیتا. صبحها لو بود، لو خالی، 4 فوت و 10 اینچ قد با یک لنگ جوراب. توی شروال راحتیش لالا بود و توی مدرسه دلی، روی نقطه چینهای فرمهای اداری دلاروس، اما در آغوش من لولیتا. سال 1910 تو پاریس به دنیا آمدم. پدرم مردی نجیب و خون سرد بود و ملغمه‌ای از جنهای نژادهای گوناگون، شهروند سوئیس، از نوادگان فرانسوی‌ها و اتریشی‌ها، با رگه‌ای از خون دنوب در رگ‌هایش.
تا دقیقه دیگر چند عکس گیرا و براق با زمینه آبی رنگ را دور می‌گردانم تا ببینید. پدر و هر دو پدر بزرگهایش به ترتیب فروشنده های شراب، جواهر و ابریشم بودند. شما تمام تاریختون، تمام تاریخ کورپوریتیتون، تمام وجودتون یک داستان نتونستید خلق کنه با ماهیت انسان کردی روبرو باشه. تمام این افهای کپی کرده‌ای که شما از این جامعه غربی آوردید، شعورش رو هم نداشتید در این جامعه درست اجرا بکنید. طرف از اون افهایی هست که شما هم میایید من تخم کورشم و نوه داریوشم و پسر فرمام و نوه فتح علی شام و از این افاضات احمقانه‌ای که شما ها میخواید بکنید. مشتی یهودی آنوسی که آمدید سرزمین کردوار انسان و کردی را نابود کنید با تمام قدرت، توان خلق یک داستان کوچک را هم ندارید. توان بررسی کردن یک مقوله پیچیده اجتماعی را ندارید. اما هم به همبر باباش هتل داره، پدر بزرگاش به ترتیب شراب فروش و جواهر فروش و ابریشم فروش بودن، خون فرانسوی و سوئیسی و اتریشی و رگه های از دن در رگاشه، تمامی اشرافیت غربه. حالا او از پدیده‌ای برای تو میگه. من نمیدونم شماها خیلی افاضات روشن فکری دارید و خیلی دنیای غرب رو سق میزنید، اما من ندیدم از نقش نیم فتی رومینا حرف بزنید، هیچ کدامتن. حالا دوست دارم تئوری را مطرح کنم. در محدوده سنی 9 تا 14 سال دختران باکره‌ای هستند برای برخی از مسافران افسون شده‌ای که سنشان 2 یا چند برابر سنان هاست، سرشت واقعیشان را آشکار می‌کند. سرشتی که انسانی نیست، بلکه از آن حوری یا پری دریایی است. این سرشت اهریمنی است و من پیشنهاد می‌کنم اسم این موجودات را نیمفت بگذاریم. اگر شماره ها را با واژه های ملموس جایگزین کنم، مشخص خواهد شد. به واقع خواننده را وادار خواهم کرد تا 9 و 14 را به عنوان مرزهای سواحل شفاف و صخره‌های گلفام جزیره‌ای ببیند که نیمفت‌های من افسونش کردند و دریای مهالود گسترده احاته‌اش کرده است. در میان این گروه سنی آیا همه دختر بچه‌ها نیمفتند؟ معلوم است که نه. وگرنه ما که تشخیص می‌دهیم، ما دریانوردان تنها شوریدگان نیمفت‌ها تا به حال 100 بار دیوانه شده بودیم. در میان آنها هم به واقع همه دخترکان زیبا نیستند. هرزگی آنها یا هر صفتی که جامعه بگوید به ویژگی‌های اسرارآمیزشان آسیب نمی‌رساند. ویژگی‌هایی چون گیرایی، فناپذیر، دلربای گیج کننده، نابکارانه خرد کننده و فریبندی که نیمفت را از همسالان او که بسیار به دنیای ملموس پدیده‌های تکراری وابسته‌اند جدا می‌کند. از آن جزیره ناملموس افسون شده که لولیتا و کسانی چون خودش در آن بازی می‌کند. در این گروه سنی شمار نیمفت‌های واقعی به گونه‌ای فریبنده‌ای کمتر از دختر بچه‌های ساده گیرا، دوست داشتنی یا حتی ملیح و جذاب است. از آن دخترکان معمولی توپل بیریخت سرد مزاج، اساساً دختر بچه‌های آدمیزاد با شکم برآمده و موهای دم و موشی که ممکن است زنان زیبایی بشوند یا نشوند. مثلا این خپله های زشتی که جوراب ساق بلند سیاه و کلاه سفید می پوشند. نگاه کنید،
آنها که به ستاره‌های دلفریب سینما تبدیل شدند. اگر به مردی عکس گروهی از دختر مدرسی یا دختران پیشاهنگ را نشان دهی و از او بخواهی قشنگترینشان را انتخاب کند، حتما نیمفتشان را بر نمیگزیند. باید هنرپیشه باشی یا دیوانه باشی یا بی نهایت مالی خوریایی با حبابی سم داغ در اندام جنسیت و پرتوهای دائمی و شعله‌ور شهوت در کمرت. ببین چطور باید گوشه‌ای کس کنی و پنهان شوی تا فوری اهریمن کوچولوی کشنده را در میان بچه‌های شاداب تشخیص دهی، از روی نشانه‌های نگفتنی مثل نمای گربه مانند استخوان گونه، باریکی پاهای کرکی و نرم و دیگر نشانه‌هایی که سرخوردگی، شرم و اشک حسرت مرا از برشمردنشان باز می‌دارد. وگرنه نیمفت از نگاه دیگران ناشناخته می‌ماند و این را هم بگویم که خودش هم از قدرت شگرفش آگاه نیست. من فقط می‌خواستم شما رو متوجه بکنم که یک بحران، یک داستان، یک کیس، یک سناریو، یک اتفاق، یک رویداد، یک رخداد می‌تواند جامعه‌ای را تکان بدهد. جامعه‌ای که مسئولیت رو از خودش دور کرده، زیر بار مسئولیت نمیره، جامعه‌ای که سعی میکنه تمامی معضلات خودش رو برگردن یک روایت از حاکمیت دولت بندازه، جامعه‌ای که اجازه میده هر کسی درش به نام دوستداران مردم در تحمیق کردن مردم شریک باشه. داستان رومینا داستان جامعه‌ای له شده است که نظم کورپریتی میخواهد بیشتر و بیشتر مردمانش رو نابود کنه. فساد اخلاقی، فساد نفسی، فساد سیستماتیک درون این جامعه برای مردمان تحت کنترل و انضباط و انقیادش با نظم کورپوریشنی دولت یهودی آنوسی ایرانی میخواهد تمام مقاومت‌های انسانی را از بین ببرد، میخواهد آدمی را از آدمیتش تهی بکند و تبدیل بکند به ما یملک دولت ایرانی و دولت ایرانی را بر تمامی ارکان وجودش حاکم بکند، تحت دستاویزهای انسان بودن و حقوق داشتن و حق شهروندی داشتن و انسان متمدن بودن و انسانیت که آنها انسانیت ما را به تاراج بردن. لذا اینها دو روایت یهود ساخته خودشان که تحت نام دستاندرکاران کورپوریشن ایرانی مثل زالو انسانهای این سرزمین را مکیدند و کردیت را نابود کردند، داد میزنند که اگر ایران نباشد این سرزمین از بین خواهد رفت. اما این سرزمین ایران تا یعنی کورپوریشن تا موجود است و از آن هیچ کس نیست به جز شما ها نباشه. 7 میلیون آواره، 38 میلیون حاشیه نشین از یک جمعیت 85 میلیونی، 12 میلیون معتاد، سن فحشای 12 سالگی. کارنامه کورپوریشنی ایرانی شماست آقایان نخبگان متفکر کورپوریشن ایرانی. هیچ دشمنی، هیچ اشغالگری نمیتوانست به اندازه دولت ایرانی سرزمین ما را نابود کند، جامعه ما را نابود کند، انسانهای ما را نابود کند. حالا تو برو
با روایت ایرانی تو، کوروش بازی تو، رضا بازی تو، خامنه ای بازیت ادامه بده. حالا برید مشتی بی سواد، مشتی نادرست، مشتی احمق بی شرف بی وجدان، به جای اینکه به داس بابای رومینا فکر کنی، به داس دست حکومتت نگاه کن. مردی که پدر سوخته. ببین کارنامه حکومت داری شما چه کرد، نظم کورپوریشنی شما چه کرد با این مردم. شما برای قتل کردیت چه کردید؟ مردمان بی هویت، بی شناسنامه، مردمان تهی، مردمان له شده ساختید. از انسان کردی گردنکش، از انسان کردی یاغی شما مشتی تریاکی مفنگی حشیشی شیشه‌ای متوهم دیوانه فاحشه درست کردید. شما از اون انسانها این ساختید. حالا مشکل مرد سالاریه. در این جامعه مردی نمانده تا سالاری وجود داشته باشه. اگر مردی میماند، زیبا کلام و امثال زیبا کلام ها، شما حاکم نبودید. اگر مردی میماند، بر این همه جنایت شما، مشخصا شما تحت نام اکادمیسین جادوگران جدید قبیله، رمالان جدید قبیله که مردم رو مسخ کردید، مردم رو جادو کردید برای ارباب متجاوزتان. شما کمر همت قتل و نابودی وجودی و نفسی انسان کردی را در سرزمین کلان کرده بار بستید. اینه که داستان رومینا داستانی نیست که اینها زوایای مختلفش رو بررسی کنن. نه، یک مانور حکومتی است برای عمیق‌تر کردن قدرت و تنفیذ بیشتر قدرت قانونی حکومت کورپوریشنی یهودی آنوسی بر گرده این جامعه. قتل ناموسی بده، جنایت بده. قتل سیاسی چه شکلیه؟ بده. خب حالا بده چیکار کنیم؟ دولت ها رو از بین ببریم؟ بیان جواب بده تو. اگر پدر و مادری نمیتوانند کودکانشون رو با اتوریته تربیت بکنن، تو غلط میکنی با نظام آموزش و پرورشت با اتوریته بچه ها رو سر کلاس گیر میدی. تو بیجا میکنی آموزش و پرورش اجباری میکنی. تو بیجا میکنی سلطه خودت رو با اتوریته بر سر دیگران تکرار میکنی. تو چرا میخوای آدم ها رو، فردها رو از قدرت بندازی؟ شبتون بخیر.